دوستان یه طرفم براتون آوردم تو محتویات خواباتون هم همین چیزایی نمی‌بینید. می‌خوام یه درخت ترکیبی درست کنیم، سیبل از وسط یه قاش می‌زنی به همین شکلی که می‌بینی. بعد این پرتقالا رو هم برمی‌داری، پرتقال آبدار باشه، قشنگ حواست باشه. ببینم از وسط یه قاش می‌زنی به همین شکل. وای اصل کار اینجاست. ببین چیکار می‌کنم باشه الان. یه خمیر دندون میای رو اینا می‌زنی، اصلا فوق‌العاده است. یه جوری می‌چسبونه باورت نمیشه. رو جفتش می‌خمیر خمیر دندون رو پخش می‌کنی تا قشنگ سطحش رو بپوشونه. بعدش این پرتقالا رو به همین شکلی که می‌بینی می‌ذاریم. اگه دورش 60 برق بزنی دیگه خلاص. بعد این تخم مرغ از وسط می‌شکنی میندازی داخل خاک به همین شکلی که می‌بینی. همش می‌زنی تا شبیه خاگینه بشه. بعد این سیب و پرتقال آبدار رو می‌ذاری داخل تخم مرغ یا اول عجب چیزی شد. دورش با خاکای مخصوص میاد می‌پوشونی. خاکا بعد خودشون نگه دارن اگه می‌خوان جواب پول بگیرن. حالت اسفنجی داشته باشن. بعدش می‌ایم دورش رو آبیاری می‌کنیم با کودای تقویتی مخصوص. بعدش چیکار می‌کنیم؟ می‌ذاریم مدتی بگذره. میام بررسیش می‌کنیم بعد 2 هفته. خداوکیلی نگاه کن چه چیز حقی شده. کلی برگ و ساقه جدید داده. ببین علفای هر دورش رو هم می‌کنی دوباره آبیاری با کود مخصوص و تقویتی مخصوص انجام میدیم و بعد از داخل خاک ما درش میاریم. ببین عجب چیز حقی شد. چقدر ریشه خفن زده این لعنتی. میام ریشه‌هاشو با آب قشنگ میشوریم و به همین شکلی که می‌بینید باید حتما باشه که پوستگی ریشه نگیره از طریق حال کلا گلای کابونی هم دارن. جوونا از طریق پرتقال ریشه از طریق سیب چه گم شد. میام این موزه رو به همین شکلی که می‌بینید داخل برده می‌کنیم. می‌ذاریم کف خاک. دیگه یا علیه یه کود ریشه زا و یه مواد فوق‌العاده. بعد میایم این میوه ترکیبمون رو می‌ذاریم داخل خاک روی کودای خونگیمون قشنگ با خاک دورش رو می‌پوشونیم. بعد روش آبیاری می‌کنیم به همین شکلی که می‌بینید چه جونی گرفتیم. جوون‌های جدیدمون بعد از یه مدت که می‌گذره تبدیل به یه درخت پرتقال سیب شده. برای یاد فرآیند بیشتر پیدا داشته باش. اگه می‌خواید محل مخصوص شه عدد 5 همین پایین برام بفرست.